بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و حمد و ثنا بر خداوند را. بعد از آن درودی زیادت بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را. بعد از آن رحمت خداوندی به پایان بود بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. بی‌ترس ای بنده از قهر الهی که ترسان است از امور گواهی و خاطر آر هر دم روز مردن چی باشد حال وقتی جان سپاریدن. عزیزان من هممون از قهر الهی انشاءالله ترسان باشیم که روز مردن به یاد بیاریم انشاءالله. خدا خواهد که کدام حالت میریم، آیا به ایمان، آیا به ایمان انشاءالله. خدا خواهد هر روز مردن انشاءالله خدا خواهد به یاد بیاریم که اون خدا خواهد سختی های جان کندن به یاد بیاریم انشاءالله. حضرت بابای صوفی الله میگن بهترین سخن که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. عزیزان من بهترین سخن چی است؟ امر به معروف کردن و نهی انشاءالله از منکر کردن. بهترین انشاءالله خداوند سخن است. امروز خداوند دو پس سخن میکنیم. یک سخن درباره اخلاقی که سگ دارد، باید مسلمان همین اخلاق را داشته باشد. یکیش دیگرش درباره قرض. امروز اکثر آدم ها عزیزان من خداشون کشته سادیان، خداشون دعوت کرده سادیان از برای پشتی، یعنی چی؟ قرض، از پشتی قیمار. خدا خواهد قدر کن انشاءالله. خدا فرصتیت به شما عزیزان انشاءالله هم سنت میشه. پیغمبر ما شما محمد صلی الله علیه و سلم قال النبی صلی الله علیه و سلم ينبغي للمؤمن ان يكون اخلاقه كاخلاق الكلب وفيه 5 اخلاق. پیغمبر که لازم است گفتن برای هر یک مؤمن یعنی شدنش اخلاقش مثل اخلاق سگ باشه که گفتن در همون سگ 5 خصلت داره. گفتن از خصلت های مؤمن عزیزان من باید مؤمنان از سگ ما شما عبرت بگیریم. ببینید ما خیال میکنیم که حیوان ها فقط بیکار خدا آفریدش نیست. هر حیوان ها است که دائم انشاءالله خدا خواهد چی است؟ بیانی الله است. دائم انشاءالله اخلاقاش باید مؤمن انشاءالله از اخلاق ها استفاده ببرد. الاول یکمش یکون جائعا ابدا و هذا من اخلاق صالحین. یعنی میگه یکم فیصدش باید دائم میشه گشنه ابدالابد، دائم گشنه میگه. باید که میشه از اخلاق آدم صالح باشه. ما شما باید که پنج شکمی سرکتی نگردیم عزیزان من. ما هم انشاءالله خدا خواهد طبق سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم شکم گفتن 3 تقسیم کنیم. یک تقسیم برای طعام، یک تقسیم برای آب، یک تقسیم برای نفس. باید که نفس آزاد کشیده شود عزیزان من. یکی از بزرگان اسلام در دو مثل شعرش میگن خدا گفته است که کلوا واشربوا ولا تسرفوا ولکن نگفته است که کلوا واشربوا تاکلوا. خدا میگه گفته که بخره بیاشامه، اسراف نکنه، لیکن گفته که بخره بیاشامه تاکلوا نخره انشاءالله. ببینید همین سگ اخلاقش دائم چی بوده؟ گشنه نگشته است. ما همچنان انشاءالله چون سبب گشنگی انشاءالله خدا خواهد برای عبادت یاردن میکند. آدم بسیار سیر شود عبادت نمیفعالش. آیسته آیسته نمامنش کم تا سیر کردن بید سک خواب سیر میکند، سک انشاءالله دروازه میشه برای نماز خوندن، برای قرآن خوندن، برای عبادت کردن. عزیزان من دویم الثانی والثانی لا یکون له موضع هذا من اثر صالحین. یعنی میگه دویم خصلتی که سگ دارد یعنی نباشد میگه برای ما یک جای مخصوص ندارد. این چی بوده است؟ این انیشه خدا خواهد نشانه های آدم های صالح. من سگ یک خانه ندارد یا اول موضع دارد می و جایی که طولی میاد در همونش کار میکند انشاءالله خواب میداد، در همونش انشاءالله زندگی میکند. این میگن نشانه انشاءالله آدم های صالح است. یعنی باید که ما هم انشاءالله خدا خواهد اکثر موضع هم دشکا کنیم، طاعت کنیم، عبادت کنیم عزیزان من.
اکثر معاذران خدا خواهد انشاءالله فرمان الله سبحانه و تعالی بجا بیاریم عزیزان من. و الثالث سیوم انه لا ینام باللیل و لهذا من افعال الصالحین. سیوم خصلتی که میگه سگ دارد و شب خواب نمیکند تا سحر چیکار میکند؟ اخیراً خدا خواهد انشاءالله همون صاحبش هست. باید ما مسلمان هم شبا خواب نداشته باشیم اکثر اوقات. در چی باشیم؟ در ذکر الله. در چی باشیم؟ در قرآن خواندن باشیم. انشاءالله در کتاب خواندن باشیم. نمازهای تهجد خونیم. شب هم زنده داری کنیم. من اخلاق سر هست من موندم؟ اکثر مونده نیست. ببین چهارمش میگه باید که انسان خواب نداشته باشد. این از فعلهای آدمای صالح. آدم هستن که شبها خواب نمیرن، بلکه خواب نخواهد. خواب تقسیم کن، سه قسمش کن. سه قسمش که خدا خواهد انشاءالله. 3 ساعت خواب، 3 ساعت یا 4 ساعت خواب، 4 ساعت چکار کن؟ زنده داری که انشاءالله خدا خواهد. یعنی سر میگه همچنان از میگه والله لا یکون لها مال حتی یعیسه الوارث و هذا معیشت الصالح. چهارم میگه چی هستیم؟ برای میگه یگان مال ندارد که مثل ما و شما میراث ماند. برای چی؟ اولاداش، برای فرزنداش میراث ماند ندارد. یا دارد؟ نیست، مال ندارد. همچنان میگه باید مسلمان انشاءالله باشد. با شما مالا ذخیره میکنه رای خدا را صرفش نمیکنیم، یکی باید تبلیغ کردن مرده بمونیم. چه میگه که آن چی دادی برای توست و آن چی باقی موندی برای جانی توست. و باقی که میمونی زکاتش نمیدی، خیریستان میگی باید برای جان بدی. منم میگه سر میگه یمان ذخیره نداره، مال نداره، نمیترسم. ماذا کده میگه ما شما خدا خواهد اگر $10 بشه خواهی تشکی ببریش، اول خدا خواهد در خوبشه نمیدکش، اول خدا خواهد برش کاری را بمونی، اول خدا خواهد انشاءالله چیکار کرده نمیدی، شاید خواب نمیبرد. ما باید خود اگر دو ملیار به این فقر میشه اوه نزدن چی کنم. میگه نه مول میگه نه باید که مسلمان انشاءالله مؤمن ها چی باشد؟ همچنان خدا خواهد مقدار زندگی کند انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش بالخامسو الله یفرق من باب صاحبه و این ترده فی یوم 100 مره و هذا من وفاء الصالحین. پنجم میگه که خصلتی که میگه سر دارد میگه بینه جدا نمیشود از خانه صاحبش اگر چند 100 مراتب سرش کند، اما راه را سرش کند در کار نزیدم نمیکنند. میگه دو گشت نمیدیم ما شما کم اگر بارمون بعد نشید نماز ترک نمید انشاءالله. کم اگر کندان شدی خدا نمیشید، کم اگر خدا مصیبت دیاد در پوچه باکش که خدا من اجازه داد. میگریزه ای درگاه، این درگاه ترک میکنیم. من جوانه میبینم که وقتای نماز خوب بود باز این ماشین داشت صاحب خانه صاحب خود شد خدا نمیشناسد کلوتاش. یا حقیقت نیست؟ یا بعضی ها مصیبت دار است الله کوچه باکشه شکایت کرده گشت است. نه که شکایت با الله کن. یکی مصیبت هم خریدارش خود دستی نیاده برو. مصیبت انشاءالله ما شما هستیم خریدارش. خود ما گناه میکنیم، خدا تسته که گناه نکن، طاعت که عبادت کن، رای حقا گیر نمیگیریم. ولی بلا زدن با شکایت میکنیم خدا خواهد انشاءالله. آن سی میگه خدا قرآن نمیگه، آن سی که میگه بلاهای بسر که میاد از یعنی عملی خود است. عرب نخون بچه خود ساده، زنا نکن بچه کرده ساده، دزدی نکن بچه کرده ساده، فال بینی نکن بچه کرده ساده، قیمار بازی نکن نیمو با تلفن قیمار زده ساده. بسیار مایوخی چند آدم از پشتی قرص چه کشت. خودی که حلی مسئله و حلی مسئله نیست از ازاری داره. این حلی مسئله نیست. در تلفن خدا زدگی اکسپرت بوک میکر بودگی کیمار هست. مسلمان نماز خوب کیمار زده ساده. اصلا نمیترسه. این خدا ترسی نیست. میلیون پولم بیاور گت کرد. با هم باید بخشه میکشه باید. با همین باید گریسته میگرد پوچه با بچه. هیچ نیست که عزیزانی من. فتی شرای میگه بینید. سگ در حقشی میگه.
سگی که طعمه او استوان است، بجان و دل محیط بی خاندان است. همین سگ بینه ملایم گوشش ما میخریم یک استوان میتش، لیکن خانداش دوست داره، از همون استوان خوندگیش از صاحب خانه منت داره. عزیزانی من، ما شما الله لک نعمت دادگی ای خدا من دوال بیست با منتدار نیست اخنا خدیشه. یک بار 100% نمیمونی. امروز هوارها بین ماست. رزقی کی خود است؟ رزقی کی اوه؟ کی داده ساده؟ الله بهتر رزق. عزیزانی من، این بنده همه سبب داره. خلاص خدا اگر حدش نکنه چیکار کرده میتونی؟ هیچ کار نمیتونی. 2 مینوت نخلا همشه بگیره. 2 مینوت همه برا اینترنت هم بعضی باید جول هم قبول رسونه. خدا نگه داره. انسان خدا خد ناز و نعمت تمامی خدا خد ازبکستان دا بروند. الحمدلله همه گرفت. میتونیست خدا در یک دقیقه نیستش کنه. این ملک خودشه. و سلطان هرچی خواهد او کند. بین؟ میگه شیطان به همه خیصلت داشت میگه منتداری خود صاحب شه میکند. اگر 100 بار راند صاحب او نگرداند از این فاسق نمک رو. 100 بار میگه میزنه پیش میکنه یک بارون میگرده. فاسق نمک رو همون نمک خوندکش نه، پور نمکی نمیکنه. همه قدر صاحبم خیلی زدم، نازم داده ساده، نعمتم داده ساده، من چخیل با خدا مطرح کنم. بینید؟ من چخیل با صاحب مطرح کنم. میگه کور نمکی نمیکنه. ما چی؟ ما کور نمکه ما. نمینید. نگردد از این فاسق نمک روی، نمیگرد اینو بگه روشن. زند گرزر گردد با ادبتر، که بوسد دست و سر و پایش دیاد سر. هرچند میگه میزنش با حلقه زنده میگه درگیش پاچکش کشید گیگش نم میگه رسه. ما شما اندک اگر خدا باید بکنه میگه خدا نمیشنست. این خیلی نیست. این سنجش دنیا است. دنیای سنجش است. اما من شما هر نمود که چی میسنجد خدا کرده میسنجد بیپن گدار میکند مصیبت بالا ریزوندن میگیرد میسنجد کنی صبر میکنی مینه. این پیغمبر رو اگر عذاب کشتگیان اگر ویرو کنی تولی حدیثی پیغمبر میگه اشهد البلای علی الانبیاء و الاولیا. میگه ما سخت‌ترین بلا بالای پیغمبر رو میتیم، بالای دوستای خدا میتیم. میگه سخت‌ترین بلا هست. پیغمبر رو حق کردم میگه. تاریخی پیغمبر خوب همه تهمت ها رو با گردن گرفت. همه تهمت اثر گذروند. نه فورمینش میمونن، نه بخشیش میمونن، نه جادگرش، نه سیرگر. حتی شکمبای نداسته دوانه در کلاش ریختن. شتر تشکیل کنه باید کشتری محمد علیه السلام این ابو جهل ملعون، ابو لهب ملعون. که محمد نگشت از دین، استاد به یک پا غلبه کرد. عزیزانی من بینید که بوسد دست و در پایش دهد سر، نیامد در خیالش، نیاید در خلایش، در خیالش باب دیگر، رود حق زن دو گشته و آن در. همون کمزن میگه دیگر دروازه خوی نمیکنه، فکر نمیکنه که دیگر من دروازه بابرم. میگه بام میگه حلقه میزنه، میگه بام میگه در میگه خوب میره. ما میگه کم در خدا مصیبت بوداد الله نمیشناسه، کم در پرداش خدا نمیشناسه. همین است ایمان داریم. باید مسلمان مؤمن هر حالت و پیش رفتنش نکنه، چی در سختی ها، چی در دشواری ها، چی در مشکلات ها، چی در مصیبت ها. گفتیم علیه که هر کی در محبت دعوا کند 100 هزاران امتحان بر او کند. گر بود صادق کشد باری جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. اینه دیگه خدای تعالی میگه 100,000 امتحان میکنه. میگه اگر صادق حقیقی من بنده خدا امت محمد بوی میگه میکشی، ور بود کاذب اگر دروغگو باشی میگیری زیر بلا.
شکایت بکنی باید انشاءالله خدا نکن شکایت. اولی رسول الله یک جوان یک مرد اومد میگه پیشی رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت یا پیغمبر من یک کم بیزات هستم هیچی ندارم خونم کم بغلو گاها پیش شما شکایت میامدگی بشم زنم میگه که نکن جان مرد جان شکایت نکش کس نه این رزق الله میدید منم میداره گفت پیغمبر چی گفتن همون زن اون جنتی است دوزخ برای اون زن است که این خصلت داره بخصلت که به شکایت کردن که کس میکرد قیده باره کلام میکنن دیگر روی گدا بده کم بغل بده پیش دری من اومد شرمندر میکنم یا نمی دیگه خدا سبحانه و تعالی شرمندر نمیکنه هیچ وقت یک پادشاه خوابش نمیبرد ساعت 12 شب وزیرش میگه بیا یک قشلاق شهر دازنیم چی باشد چی خیلی که امروز خواب نبوده شده خیلی میگه یکان افقات ناجا خوندیم یکان چیز کردی که خوابت میدونم گفت خیلی بور مدد میگه شهر دازده پیش این ماشین ها در گیجا بود همه شاه ها یک اسباش یک خرداش یک شتر داشت این را یک جیپ بازی میکرد بعد میگه شهر دازده که همه جا دم گیرد سویتا خاموش یک خانه چراغش خاموش نیست میگه نزدیک رفتن میگن همون خانه تماشا کردن که یک انسان قرآن خونده است کتاب خونده شید میگد جمع کرد میگد خانه خوابگاه گذشت پادشاه گفت میگد این آدم یک زیارت کرد میگه وزیر گفت میگه بیا چیکار میگی در این شبیتانه بیزاده کرد نگفت بادا آواز دیگفت براید حالا میگه جوان پیدا کرد اومد گفت اینجا بنده خدا چی داری؟ تو خیلی خدمت خدا را میکنم گفت دم میگیرم یا چیکار میکنم بعد میگه پاشا وزیر میگه چونتکی من یک کاو چونتکش یک کاو میگه یک چند تنگاه ها میگه بعد گریف میگه در دستی همون باید داد آنگی جوان گفت کی؟ میدانی گفت کدام وقتی که اگر پول تمام شود رفته من گفت که من همون فلان آدم هستم که شب قرآن میخونم آنگی جوان پول در بالاش میپرداید من میگه خدا دارم من خدای خداوند دستیان ندارم خدای خداوند نگهبانم من محتاج تو نیست پادشاه میگه در همونجا شخ میشود از بحری پاشویی میبراید راهی الله هم میگیرد نیخی مردان خدا داره ولی این شما هم انشاءالله هر یک کار این خدا خواهد حاکمیت دمیده هر یک کار نصیر در خونت براورده نکرده خواهد انشاءالله مثل همین ها مرد باش انشاءالله خدا خواهد امروز گشنه موندی سهر لحظات کرد الله سبحانه و تعالی انشاءالله میتید انشاءالله خدا خواهد با سر میکنی با حرکت میکنی با کوشش میکنی خدا خواهد و گفتن فقط رکلام من میکنن همه جمله شرمنده میکنن با آبروی اهل اسلام میرزونی آبروی خلافت خاندان تو میرزونی لیکن مردت که خلافت غیرت کنه در سر تاکی داریم انشاءالله خلافت زنت نمیتو تاکی داریم فردن نبات خروب تاکی داریم حتی اپا تپا این وظیفه مردیت خلافت انشاءالله همین است اسلام نگردد دل خنک از راندنی آن روان است از پسی او کرده افغان با زدن میگه صاحبش دلش خنک نمیشه و سگه با میگه عقب صاحبش خواه کنه میگه بو فیخان کنه میگه بو میرا میگه تو میگه بین سگه سگ ایبراتی میگه ده سگ بینه دیگه دروازه میگه بیانش میزنم شما کمتر میگه کو بالا یک چیز اومد در خدا خواهد حقارت میکنیم الله در انشاءالله اسلام رو بینواد میکنیم ولی خدا بدبختا گناه همه کنن اسلام بینواد گناه همه کنن قرآن بینواد دیده اسلام به ذاتی خود ندارد عیبه هر عیبه که از در مسلمانی ماست اسلام خدا خواهد عیب ندارد پیغمبر بنیاد اسلام علی نظافه اسلام یک بالای سمی سفر نبینا که دیگه چیزه یگان انشاءالله خدا خواهد کمبودی ندارد اسلام چرا تو قدری نعمت ها ندانی و قدری استخوان سگ ندانی ولی چی میگه تو قدری نعمت ها را نمیدونی که خدای خدر نمیدونی نعمت داده چون قدرش نمیدونی یک بار سر تا بر سجده بونده سبحان الله الحمدلله الله اکبر نمیدونی
علی کرم الله وجهه چی میگن؟ وقال علی کرم الله وجهه طوبى لمن كان عيشه كعيش الكلب وفيه 10 خصال. طوبى نغزه باد، جنت باد برای شخصی که نگد چی باشد نگد؟ یعنی برای من نگد عیش زندگی و مثل زندگی سر باشد. در دیگه زندگی سر 10 خصلت دارد سر. همون خصلت دارد شما مومنان خودتون کسب کرده گیرید. حضرت علی کرم الله وجهه اول چی است؟ الاول لیس له مال و هیچ پول مال نداره، غمم نمیخوره، پروای پول مال نداره. و ثانی لیس له قدرم نداره. حضرت موسی علیه السلام الله سبحانه و تعالی افتاده که در دنیا از خود پسترین شخصه. حضرت موسی گیر گشتن کیم پس بود؟ یک سگ دیدن. همین سگ گفتن که در همین دنیا از سگ پستر چیز نیست. سگ میگه خدا زبان داد، گفت که ای موسی چون من گفت تو پس میزنی، منم خدا آفریده تو هم خدا آفریده، من سگ کرده تو را انسان کرده. حضرت موسی ترخش کشید، گفت خداوندا میدونی پستری کی است؟ من هستم در دنیا، پسترین شخص من هستم. باید که ما و شما خداوند انشاءالله چی باشیم؟ خودمون مقصدی پستری چی؟ خودت حساب قیمت نکن، منمنی نکن، فخر نکن با مال و دنیا و چیز و چارت فخر نکن. این همش گذرنده است، این همش اندر وقت میگذره میراد. این مالت، این پولت، این دنیا، این ماشینت، این خانه های زیبا، گاها میشد خدا بخواد بانکروت میشه. من هر بچه ها رو میدونم که 10 سال پیش خدا خواهد من گفته میگشتن یا در سنت داره که چی گفته صدا است که نه یک راستی رفته آمده است، ببینم که $50 دست می از من در باید می پر تبیار حساب میکنم. در وقت نمیشه که گریسته گشته. این خدا انت خدای منمنی نکن. میگن که فر بگه دشمن میبرداره، دشمن میبرداره. این ناکوسته ها را خدا ناکوستش کرده، کلوتای میشه دوست بلا میزنش. لیکن اون بایایی که قدیمه یک چپونی کندگی داره، خدا خواهد من یه هم دیره چون پس میگیرم. چه انشاءالله خدا خواهد در بین مردم منمنی نمیکنه، اندک پل کنید. این منمنی خواسته خدا است و بنده نمیزیبد انشاءالله. اصلا تست یک قطره منی با چی هم میکنی تو میگم منمنی. اصلا طبیعت قطره حرام میگم. حضرت مولا ای آب آبادی بکنی، ای آب نفرت بکنی، ای آب سلامت بکنی، ای آب آبادی بداری. اصلا تست یک قطره منی با چی هم میکنی که منمنی، با چطور منمنی میکنی؟ ادره موشوده کبر و منی ها چی کنی؟ و تایره یک نجاست بود بدی. همین نجاستی پدر نمیمگه، مادر نمیمگه، تو بود بدی. با چی تو تکی بدی کنی؟ نمیزه بد انشاءالله خود برای مسلمان کی برد دانی من. و ثالث ارض کلها بیت. سه میگه تمامی زمین میگه خونه چی است؟ انشاءالله سگه است. تمامی زمین. اونجا اینه که خواه انشاءالله خواه. ما مسلمان همه روی زمین برای ما و شما چی است؟ خانه است. همه روی زمین برای ما و شما مسجد است. محمد که رحمت العالمین شد، تمامی روی زمین مسجدی او شد. پیغمبر رحمت العالمین کرد، تمامی مسجد الحمدلله چکارش کرد؟ انشاءالله خدا خواهد مسجدش کرده داد، جای عبادتش کرده داد انشاءالله خدا خواهد. اول که ما مسجد یاد نتونی و جایی که نکی وقتی نماز که شد از بحر کار برا نماز خود سعادت ترین انسان همان است میگه که وقتی که کاری آخرت می آید در پیش کاری دنیا اول آخرت هم میکنه است، نماز هم میخورد انشاءالله خدا خواهد. در دوره حضرتی یاد نزنید دوره حضرت عیسی علیه السلام یک زن بود میگد وقتی که میگد نون پخت
نان در تنور بست. کودکش میگه در پیش تنور بازی داشت. وقتی که عبادت شد میگه همون خیلی ترک کرد و نان با اون عبادت ندوند. شیطان علیه لعنه اومد میگه بچه کن شتافت. بچه گیرید در دنی تنور پرتافت. گفت که بچه سخت ساده. گفت 100 فرزندم جانی فدای اولاد. عبادت ترک میکرد. نماز ایستادن گرفت. یک وقتی میگه از بیرون شوهرش اومد. وقتی که شوهرش اومد دید که زنش عبادت دارد، کودکش در دنی تنور نان پختگی است، کودک لخشه ها را مثل سنچه بازی دارد بسوخته است. حیران شد. دوام پیش حضرت عیسی علیه السلام عیسی گفت بیا یه عجیبی کار بگفت. یک خانه من بیا. حضرت عیسی آورد. حقیقتا دیدن که نان پختگی کودک در دنی تنور بازی دارد، زن عبادت دارد. گفت این کرامت الله سبحانه و تعالی به این زن داده است. بعد انتهای نماز لازم است که با این زن یک صحبت کنیم. اند ایستادن از عبادت فارغ شد. حضرت عیسی گفت بنده خدا تو کدام خصلت داری که الله این درجه برای تو داده است؟ گفت من 3 خصلت دارم. 3 خصلت. یکمش گفت کاری آخرت ای دنیا پیش میدارم. وقتی که نماز پیشین شد از بحر کارم میبرم. نماز عصر شد از بحر کارم میبرم. نماز شام شد نماز عبادت که شد چیکار میکنم من؟ فقط انشاءالله چون که ما شما تا این وقت نماز میخونیم. همین نماز شما حضرت عیسی موندگی است عزیزانی. از حضرت عیسی علیه السلام نماز شام و 3 رکعت فرضش برای ما یادگاری بود. از 5 پیغمبر و محمد 6 پیغمبر این نمازها یادگاری بودگی است برای شما. دویم گفت اون چیزی خدای تعالی برای من تقدیر کرده راضی است. من کوچه و مشکلات نمیکنم. کوچه باشه عدوی شوم و عدوی قسمتم و عدوی تقدیرم با مردمان فرضا نمیکنم. سیرم چی گفت؟ سیرم گفت من بی طهارت نمیکنم. حضرت عیسی گفت که ای گفت زن اگر گفت تو به این خصلت‌ها مرد میبودی باید پیغمبر شدی. شیاری موضوع همین حکایت زنی که میگه دارای خصلت پیغمبر دارد. چون شما نمیکنید؟ چون شما مثل همین دایم با طهارت نمیگردید. مثل همین زن قسمت خدا راضی نمیشین جلب کرد میگردید کوچه به کوچه. برای چی؟ انشاءالله خدا خواهد خدا چی تقدیر کرده کاری آخرت پیش نمیداریم. اول کچکه کنیم بعد پیش نمیکنیم. اول خدا خواهد انشاءالله گردم بچه شد پیش یکم میشود. یعنی نی؟ یک زمانی بعد خدا خواهد دیده که قضا شده. دیده که بعد افتاب بیماشه بعد دریده چلا پیچک طاقت میکنی و چلا پیچک مثل مرغی دانچین آری میگه تلک الصلات منافق نماز منافق میگه همین خیلی است. شب میخوند نه روکوش بجای نه سجدش بجای. رسول الله در مسجد شنیده که یک جوان اومد و در گوشه مسجد نماز خوند. نماز ادا کرد السلام علیکم و ارجی لم تصلی صلاتک نماز تا نه دیگه خوند 3 مرتبه گردون میشه. چون میگه یا پیمان همه کمه کن. تلک صلات المنافق. این نماز منافقه که مثل دانه چی و باید نماز به حضور خونی براحت کرده خونی خدا کرد مزده کرده خونی قامت زیبا کتی خدا کرد رکوع زیبا سجده زیبا نماز الله قبول میکنه. عزیزان من نماز هوشیار شید خدا کرد انشاءالله. خب و رابیو فی اکثری اوقات یکون جایان. چهارم گفت اکثری وقتها چی هست؟ گشنه هست بیچاره هست. اکثری وقتها گشنه هست. ما مومنان هم باید که اکثر اوقات چی باشه؟ شکم انشاءالله خدا خواهد گشنه باشه. مقصد چی هست خدا خواهد؟ یعنی این گشنگی ها رغبت به عبادت زیاد بشود. اگر کسی خدا خواهد انشاءالله شکمش بسیار چیز شود میگن حدیث آمدن شهوت زیاد میشود. کسی را شهوت زیاد کسی را لحم و گوشتش بسیار میشود. کسی که میگه گوشتش بسیار شد شهوتش بسیار میشود. کسی که میگه شهوت بسیار شد به زنا دست میزنه. زنی خودش که قانع نمیشود مجبور به چیکار میکنه؟ رهی خدا خود گناه میکنه. همش از چی هست؟ از همین صبح پیدا میشده است.
یعنی از همین صبح پیداش تا آخر ما با گناه دست میزنیم انشاءالله خدا خواهد. و الخامس فی غالب اوقاتی یکون ساکتا. ششمتن اکثر وقتها سگ‌ها میگن خاموش هستن، سکونت دارن. همین سکونت هم برای مومنان از غیبت کردن و از بهتان و ای تهمت سکوت گشتن افضل است. حضرت ابوبکر صدیق دائم در دهنشو سنگ انداخته میگشتن که مبادا جان گپران شیطان نبره که نزد الله گناهگار شود. دهنشون سنگ انداخته میگشتن، سنگ مکیده میگشتن که اون گپ نزنیم مبادا خطا نکنیم، گناه نکنیم انشاءالله. اکثر اخلاقات سگا خصلتش خاموش آرام خلاقت میگشه. همچنان باید که مؤمنان چی داشته باشد؟ خصلت داشته باشد در این زمینه. یکی دیگرش انشاءالله خلاقت و سادسو یحمل حول بیت صاحبه باللیل و النهار. میگه داری میگه شب و روز در بین میگه اطراف خونه صاحبش دور زده بگردن میگه مایا کرده میگه ببینید ما هم چی؟ دور زنیم چی؟ در راه الله انشاءالله. ما هم انشاءالله اکثر اوقات طاعت عبادت، اکثر اوقات کارهای خوب نیکی انشاءالله خدا خواهد. قدم به مسجد بریم انشاءالله. مسجد بیا خدا خواهد. مسجد برای چی بنا میکنیم؟ مسجد برای عبادت است، برای رکلام نیست، برای عبادت. من دعوای پیامبر ببین مسجد زیبانه بود، تمام وجودش آب میریخت، زمیناش پری آب بود، لیکن صحابه درش گاوجود نیست. علما گفتن آبادترین مسجد همان مسجد است که در وی آدم باشد، خرابترین مسجد همان مسجد است که به آدم باشد. به آدم آبادی مسجد نیست. شما نباشه ما که نام رو معرف میکنیم، داریم همین شما هسته ما به شما هم رو معرف میکنیم. شما نباشه ما امامی رو که در کاره داریم، یعنی هم شما هستین ما هستین انشاءالله خدا خواهد. همین اکثر اوقات میگه داو میخواد میگه در اطراف خونهش خونه صاحبش خدا خواهد انشاءالله. خب و سابقو ما یدفع الیه و الناس لو ضربه صاحبه مئة جلدة لم یترک الباب صاحبه. اگر میگه 100 کمچین بزنشم صاحبش میگه هیچ وقت صاحب خونهش میگه ترک نمیکنه. اکنون کمچینای چی هست؟ ما شما کمچینای تقدیر الهی میآید که بچه مو وفات نکند، مادر مو وفات نکند، زن مو میمرد، پدر مو میمرد، بانکرار میشین. همین چی هست؟ کمچین الهی است بسری ما شما. باید ما چی باشیم؟ ما هم ترک نکنیم در آخر انشاءالله. یکتیشتش بسید که خدا میگه چون خدا جانی بچه منی گرفت. خدا مردخل نیست، نه مرد. این خدا نمو کم در کن نیست. خدا تا بود جاری کنه بخواه کسی خدا گفت زنی. خدا ما شما را مهلت داد که مرد بود 1 سال 1 ماه 100 سال 1 عصر حق دارید، 1 عصر حق دارید. سبب که پیامبر ما شما 90 سال بود در اطراف، یعنی 90 سال ما میریم خواهر نخواهر خود بیزار میشه، خود دو میکنی هر روز وقت خود راضی میشه ایراد نیست. ولی بیمار اصلا باید دو میکنم پروردگار کسته جان رو بگیره. چوه اچه اگر میگن عذاب هست. بچه هم در باشی دستم، دختر در باشی دستم، منی تیرینم در سخته زده سده در بالو گاه ها میشینه و نمرد که خلاص گرفته. این گفا نزده انسان دیرش نرده ولی تام پیر میشه خدا خواهد انشاءالله، تام همچنان میشه. تام خدا خواهد فرزند اکادمی دعا میکنن بل انشاءالله خدا خواهد. کراشی کننده کشنده میگن کو، چاه کن زیری چاه میگن کو، همین حکمت داره. زمانی میشد بسری بالای ما شما میاد عزیزانی من. و سامینو و تاسیو یأخذ عدو صاحبه ولا یأخذ صدیقه. فقط میگه دشمنای صاحب خانه میگیرن، دوستاش نمیگیرن.
دشمنای صاحب خانه هم نگذه خلاص. دوستا خدا خود نمیگذه عزیزای من. ببینید والعاشر میگه اذا مات لم یترک من میراثه شیئا. وقتی که میگه وفات کند یگان چیز میراث میگه از بین نمیموند. درسته؟ یگان چیز میراث نمیموند از سر. نگفته است که یک سر خدا خود میراث میده $10,000 رو تقسیمش کنه. یکی از ما شما میراث نمیموند. بعضا میآیند پیش ما که میراث مونده است، پدر ما چیکار کنیم؟ شریعت خدا خواهد تقسیم کردگی جا دارد. بچه نه چند فایز، دختر نه چند فایزاش که خدا خواهد تقسیم کرده میشد. لیکن از سر ما هم هر کنیم که بعد از خود میراث نمونیم. حالا نشد نمیتیدش کس در همین زندگی دادیش پیر بدی وفات تا یک سوم نمیتیه. حالا نشد بچه در همین زندگی تو چند که دادی نامه اعمال من نیسته نشد. بعدی که وفات کرده خدا خواهد نشد برای بچه نشد. چون که کتاب 4 کتاب میگه که فرض است که تمام فرضا را باطل میکنه. نه نماز خونده میتونی، نه روزه گرفته میتونی، نه اوقات خونده میتونی، چی کار نمیتونی. چی هست میگن؟ مرگ است. مردن باید تمام برادران همه دیلش محکم بشود، پیچه زده بشود تمام. همون کلگی کار دیلت زده نمونن خدا خواهد گردن کنن. روز قیامت همون دیلت کسی پیش علامه رهی او بچه تکبر خودش میکنه. ولی میگه که یک سومه که در زندگی میگه بعدی تو میگه $100,000 یعنی بیکاره. حاضر خدا خود ذخیره اخته کرده حاضر انشاءالله خدا رای خدا نخیر تکنه بگی پگش پشیمون میشه خدا خواهد انشاءالله. خب یک چند سخن میکنیم تو 3 حدیث میارم درباره قرض. برادران من چندین آدم خداشو کشته سادیم قرض گرفتم درست شون دست ناخی من این کور نیست. ما موشینه بزنگی فلان چه خشیا کشته است چوه کشته است قرض بده است. فلان چه خشیا دعوت کرده است چوه دعوت کرده است تیمور زده است با تلفن. عزیزان من مردن روی حل نیست. این جان خدا برای ما شما آریت داره. آریت دیگه وقتی چه این جان صاحبش فقط الله تنیست. الله که بخواهد از رایل فرمان میتیم فرشته جان گیرد با جان همون داملا موجب الله هگیر من خواب نخوام میگیرش خواهی نخواهی میگیرش وقتی وقت بود شد. لیکن کسی که خودش بکشه حرام میمونه. حرام میمونی روز قیامت خدا نمیبخشد. نه پخته گوش گیر. کسی که خودش با کار میکشینی با بند میکشینی دارو میخینی خطا دایران نمیپرتونی حرام میمونی روز قیامت همچنان در دوزخ. پیغمبر امام بخاری حدیث است همچنان نگه عذابش میکنه. دوزخ نمکوهای دوزخ نکارچه های الان خطا کشتن میگه یا نمیبخشد خدا. چون که تو دادگی اون خدا ناریزا شدی زبستاف بکنی گفتی خود که من در کار نیست خودگی هم دوری دادگی در کار نیست ولی میمونی خدا خشیاش پیش نکنه. ولی وقتی مردن شد با ناره میگه خدا جان 10 ساله که دیگه عمرم ته. چون که بای آدم بچهش 6 سنده 30 سال عمر شد داد ادکف کرد. 1000 سال هنده که بای آدم عمر دیده 30 سال 6 بچهش پدرکه کرد. باش میاد توی پونه پدرکه بره همین گفت 30 سالی عمرم من وقتی که عمرش اومد نسبت بود گیم که 40 سال نه عمرش اومد. وقتی که حضرت من گفت که آدم گفت عمرت بطن شده به جان تا بگیرم گفت 30 سالی عمری من کنی گفت آخی 6 ندادش که اشاره به 1000 گفت تو که پیغمبران بعد سیراش نمیگن خدا شما اشاره گفت به 1000 بود. پیغمبر در باب مردن 63 گفتن که اگه از جمعه گفت اشاره به 90 بود ولی ما 63 ندون بدیم تا که گفت که همون موندگی باقی مونده عمرش شب معراج گذشته یک آسمون مردی پول مدی باقی ماندهش گذشت. گفت من راضی نیستم همون حرمته بود. جون شیرینه خدا خواهد وقتی اکثر مردن شود خدا خواهد من گرمانیا بره استرالیا بره هندوستان بره نگوی تنمیتی مونه کم حلالک مول خدا خواهد انشاءالله. یک کلمه شهادت که خدا خواهد انشاءالله یک وصیتات کرد خدا خواهد انشاءالله یک آیلت خدا خواهد گپای خوب تزده مول انشاءالله باید بخت انشاءالله.
قرض دربارش میگم من مات و هو بریء من الثلاث من الکبر و الغلول و الدین دخل الجنه. کسی که مرد میگم اگر از سه چیز دور باشد به جنت میدره، ایلا جنت نمیدره. یا تا چی بدست؟ یعنی کبر منمانی داشته باشد، غلول حرام مال نخود داشته باشد و سوم قرض نداشته باشد. رواه ترمذی، امام ترمذی روایت کرده حدیث است. دیگر حدیث و ایاکم والدین فإن اوله غم و آخره حرب. پیامبر دیدن که هرگز قرض نگیرید، چون که اولی قرض گفتن غم است، سر سفید میشه. اولی غم فشار خود میشه، دوله نمیشه، اول غم مینه و صاحب قرض مدن میره تای درست، آخر گپای بیادبی میزنن. آدم خداوند انشاءالله جوان گریسته است، مثل زن کوچه برام نمیخود عرب زندگی است. آدم تو نمیخود یادت تو چی بلازه. گفت حیاتش قرض میگه یک گپی وزنی زد نگه دوملا طاقت نکرد خراب. بینید این حدیث دروغ نیست. آخرش میگه باید حرب به جنگ میشه، آخر نمیزنند لیکن نداده آخر میشه. حدیث میدهیم اینا خدا خواهد 1450 سال پیش پیغمبری بزرگوار گفته که داشته برد. حتی دیگر حدیث میگه من صاحب الدین مغنون فی قبره لا یفکیه الا قضاء الدین. کدام قرضداری که میمرد در قبر کشند میزنن مثل غلاما، تمام این دست و پا پاچکات کلونه میبندند. هیچ کس میگه کشایدش نمیتونه تا قرضش ادا نکنه. تمام ملا جمع که جمع وزد کردن فایدهش نیست. تمام ملا قرضدار بشه. یا بچه پدرش قرضدار، خانهش اومدن که قرض تنمی که اتا تفته ما اتنا قرض نداره. خانهش میگه اندوا کارم میگه و دی پدرش مرد میگه رفته پولی اندوا تگو ما اتنا گفتگی نیست دف شو گفتگیش دی قرضی اتا تخلاقه تا اتا دوزه تو دشمنی اتا تنمی این شعور بشه یک کار است. رفته میگه دو با سه بار رفته میگه خب با بچه کنم اتا دایما اندوا کلاو پول اما داد میگه من تو نمیشناسم به ته حاضرم باشه. پدر تا خلاص که خدا میدونه حالت چی است. قرضدار همین است. این حدیث دروغ نیست. سخن پیغمبر دویم موضع از قرآن نیست. خدا خواهد بدی قرآن سخن پیغمبره نیاد نکنه. من این از خدا بترسین. خدا خواهد وقت هم شده است انشاءالله جمعه دیگر پر در بالا قرض انشاءالله. دویم انو قیمار بازی نکه. خدا خواهد قیمار بازی نکه. کدام روی قیمار حرام بعضی وقت شکشته سود یک افکار نفته سه پشتی پد دمش باید دادگی آدم های من میدونم میلیون باید دادگی $20,000 باید دادگی در همین جمعیت ما شما مرده خدا خواهد کار کمیاد پلاره میخواد باید در و این کاری خواهد برم مسجد نتیش خدا خواهد انشاءالله عبد خدا خواهد خدا سوشه میدید بعد خدا خواهد 10 تا کمبغل 25 تا کمبغل دو خطی ها کرده ده بجور قیمار زدن به نامس و سر قیماری تا مردم میبردن هم خیش دسته ما اندار انداخته سیدن بیا که چکو بکنیم بیچاره نون نداشته اوی که خدا خواهد خدا بیکار حرامش نکرد اگر سوام نبود خدا اجازه نداد که گاه ما هم دوملا قیمار میزدیم ما هم خدا خواهد 10 تا دوملا جمع میزدیم فیلم اشنه میمده میاندن دوای گد کرد خدا بیکار حرامش نکرد سوره مائده خون 90 آیت شد 4 چیز خدا در یک آیت حرام کرده جمعه دیگه خدا فرصت که صحبت میکنه انشاءالله بعضی برادر در این هفته برای عبادی مسجد خیر کردن انشاءالله خدا